سلام عزیزان، وقتتون بخیر باشه. هر چیزی رو که براتون ببینم توی 3 دوره فنجون براتون تفسیر میکنم. برای فروردین ماهی عزیز، خب اینجا داره نشون میده که با سختی دارید مشکلاتی رو پشت سر میذارید. مشکلاتی رو، نگرانی‌هایی رو، ناراحتی‌هایی رو دارید پشت سر میذارید و داره نگرانی‌ها، ناراحتی‌هایی رو پشت سر، غم‌هایی رو پشت سر گذاشته میشه و این خیلی برای شما خوب هستش، چون داره میگه که بارتون داره سبک میشه. ولی از این ور داره در مورد این هم صحبت میکنه که مقداری پول یا هر چیزی که مسائل مالی هستش امکان داره در مورد مسائل مالی سندی از دست شما در بره. یعنی این رو هم باید مراقب باشه فروردین ماهی. اما فروردین ماهی با توجه به اینکه 2 تا چوب بزرگ رو هم اینجا دارید از دستتون بالا پایین میکنید، اینجا بی تصمیمی، نوعی رکود رو هم داره نشون میده که شما باید مراقب باشید. اینجا هم داره تصویر یه پیر دانا نشون میده که بهش البته پشت کردید. البته از وقتی بهش پشت کردید نوعی سبکی رو هم داره نشون میده که شما دارید، اما به هر حال داره میگه که دودلی هایی رو دارید، به خصوص اگر مسئله احساسی هست یا اگر با دلتون میخواید تصمیم بگیرید و این برای شما نگرانی ها، ناراحتی ها و نوعی حالا ناآرامی هایی رو برای شما داره فروردین ماهی. به خصوص توی نیمه دوم مهر براتون ناآرامی هایی رو داره نشون میده، ناسازگاری هایی رو نشون میده. هر چه زودتر تصمیم بگیرید که از این وضعیت رها بشید. برای فروردین ماهی خب اینجا داره یک شخصی رو هم نشون میده، یه آدم بزرگ خیلی گولاخ گنده ای رو داره نشون میده که خیلی تو فکر این هستش که حالا با صحبتاش به شما یک ضربه ای رو، یک دشنه ای رو، یک شمشیری رو بزنه، یک نگرانی و ناراحتی رو برای شما درست بکنه. پشت سرش هم میبینید که همینجور هی تکه تکه شکل‌هایی رو حالا وجود داره. اما از نظر مسائل احساسی، از نظر خیال پردازی، شما فروردین ماهی رو داره خیلی بالا نشون میده. اگر سعی بکنید که به خیالهاتون، به احساساتتون اینها رو در روی کاغذ بیارید یا اینها رو روی حالا شکل بیارید، روی مثلا دفتر نوت بیارید، میتونید یه شعر قشنگ بنویسید، میتونید یک نقاشی زیبا بکشید، میتونید ازش پول در بیارید. به هر حال داره میگه که توی هنر احساسات شما خیلی قرار بالا بره و باعث حالا شهرت و خوبی شما بشه. و این آدم‌هایی هم که دنبال این هستن که احساسات شما رو با کلام بد، با کلامات خیلی حالا ناراحت کننده آزار بدن، اینها هیچ جای زندگی شما رو هم نمیگیرن. ببینید زیر پاش هیچی نداره، خالی خالی هستش. برای ببینیم دور سوم چه چیزی رو برای فروردین ماهی نشون میده. خونه رو داره نشون میده. ببینید اینجا داره یه سقف نشون میده، خونه نشون میده. اگر دنبال خرید هستید یا دنبال این هستید که خریدی رو داشته باشید، مهاجرتی رو داشته باشید که توش خرید بخواد باشه، داره میگه 4 وعده دیگه میشه. شکل یه فیل رو هم داره نشون میده. اعتبار تو خونه کسب میکنید یا حالا یک شجاعتی رو توی خانواده، توی حالا اون جمعی که توش هستید کسب میکنید که خیلی براتون خوب هستش و یه خوبی، یک بزرگی رو داره نشون میده. تو مسائل سلامتی هم هر چیزی که ربط به قلب و مثلا دستگاه خونی داره هم مراقب باش فروردین ماهی. برای اردیبهشت ماهی عزیز، مهربون، اردیبهشت ماهی خوشقلب، پاک، ببینید اول داره عدد 280 رو نشون میده. خب بالاش هم داره یک همچی حالت حلزون نشون میده. میگه با این که دیر هستش 280 یا 280 دیر هستش، اما شما یک خوبی رو قرار داشته باشید. یا از سمت کسی که توی شمارش 280 پلاکش 280 پلاک خونه، پلاک ماشین، برای اردیبهشت ماهی قرار یک خوبی باشه، چون قلب خودتون پاکه، قراره برای شما یه اتفاق خوب بیفته. ولی اردیبهشت ماهی عصبی هستی یا تو این مدت خیلی عصبی هستی یا تمایل به عصبانی شدن داری، یهو میری بالا میای پایین، همه چی رو میخوای بزنید داغون کنی، نیست کنی. از سمت کسی که توی حروف اسمیش ا داره، این داره، ا داره،
ای داره من میبینم که شما پول به دست میاری، یا شخصی که به هر حال داره، کسی که چونه برجسته داره، دماغ عقابی پایین داره یا دماغ شکسته داره، هم من میبینم که از زندگی شما خارج میشه. حالا میخوای خارج بشه، نمیخوای خارج بشه، به هر حال از زندگیت خارج میشه و تو به یک پول میرسی. از خارج شدن این شخص تو به یک پول میرسی، به یک سند میرسی، به امضا زدن یه سند میرسی، به یه خوشحالی میرسی. اینجا هم داره در مورد، ببین شکل یه باد بزن رو داره نشون میده، یا شکل یه تبر رو داره نشون میده. اگر بخوایم تبر تفسیر بکنیم، خیلی ها رو سر جاش میشونی اردیبهشتی، آدم‌های زیادی رو قرار سر جاشون بشونی، پرروهای زیادی رو قرار کم رو بکنی، علف‌های هرز زیادی رو قراره سر جاشون بهشون. یه عقرب هم داره اینجا نشون میده، احتمال داره یه آبان ماهی توی این مدت اخبارهایی رو بهت بده. مثلا خودم آبانی هستم، خب دارم الان یه خبرایی رو بهت میدم، ولی اینجا داره میگه تو حرف من گوش نمیدی. یا مثلا یه آبانی میاد به تو حرفایی میزنه که تو به حرفاش گوش نمیدی. خب که این برای تو امکان داره یه مقدار خطر داشته باشه، این پشت گوش انداختنا برای تو خطر داشته باشه، نگران کننده باشه، بعدها برای تو نگرانی به وجود بیاد. چون حس ششم این فرد آبانم خیلی خوب هستش، یا شاید اصلا با یه آبان ماهی تو یک بحثی داشته باشی و توی این بحث رازهایی برای تو آشکار میشه که تو از این آبانی بیشتر به دل میگیری، در صورتی که حرفای اون برای تو خیلی آرایش خیلی خوب دفاعی رو میتونه به تو بده. اما اردیبهشتی مهربون اینجا داره میگه که توی این مدت اینجا تو یک مقداری از حالا مسائل دینی یا مسائل مذهبی یا مسائلی که ربط داره به عقیده دیگران هم یه مقدار بهتره که حالا باهاشون مهربون باشی و توی اینجور مسائل دخالت هم نکنی. توی حروف عدد 380 یا توی عدد 280 هم برای تو خوبی خوشی افتاده، چون این رو هم آیا 28 چون آخرین عدد رو هم به شکل قلب انداخته، یعنی اون چیزی که دلت میخواد روی این عدد انجام میشه. ببینیم دومین پیغام چای برای اردیبهشتی مهربون خوشقلب چیه. اینجا داره میگه روزهای سختی قراره باشه، داره میگه عین یک چی قراره کار بکنی، زحمت بکشی، جلو بری، عین چی قراره مثلا پول در بیاری. خیلی هم توی این هستن که بخوان از تو سوء استفاده کنن. ببینین شلاقو گرفته دستش داره میکوبه بهت، این شکل توه در اصل دیگه، حالا من تفسیر نمیکنم این شکل رو، ولی داره میگه که خیلی دنبال اینن که از تو بدوشن، از تو حالا پول در بیارن. حروف آ رو داره نشون میده، حروف ر رو ت دو نقطه ز شین داره نشون میده که میخوان دنبال اینن از تو پول در بیارن. بعد آدمایی که مثلا اهل کتک زدن هستن، حالا حرف زدنهای بد هستن، خیلی دنبال اینن با تو رقابت بکنن. آدم پررو، آدم فضول خیلی زیاد هستش دور و بر تو، و اینجا داره میگه که خیلی باید مراقب خودت باشی. در مورد سلامتی، هر چیزی هم که ستون فقرات هستش، غضروف، مفصل هستش، پوست هستش، خیلی به خودت برس، دستاتو بشور، بدن تو بشور که ویروس اینا مراقب باش نگیری. بعد یه چیزی هم اینجا داره میگه، ببین اینجا اگر این تیکه رو هم بخوای تفسیر بکنی، تو رو داره نشون میده که روی یه صخره نشستی، پاهاتو آویزون کردی، انگار خیلی احتیاج به این داری اردیبهشتی که مدتی تنها باشی، پول داشته باشی، تنها باشی، بری یه مسافرت برای خودت. که این رو هم میگه که روی وعده 5 میتونه اتفاق بیفته و این خیلی میتونه خوشحالت بکنه و برای تو خیلی میتونه خوب باشه. ببین پیام آخر چای برای اردیبهشت عزیز چیه؟ خیلی شلوغ داره نشون میده، احساسات هستش رو، احساساتت رو داره خیلی شلوغ پلوغ نشون میده. افراد زیادی هستن دنبال این هستن که بخوان چیزایی رو از تو بگیرن، همش میخوان تو راضی نگهشون داری، باعث خوشبختیشون بشی. اردیبهشت به خصوص اگه خانوم هستی داری گوش میدی، دنبال این هستن که خود تو وفادار نشون بدی، فداکار نشون بدی، اینها رو شاد بکنی، خوشحال بکنی. و اینجا داره میگه که اردیبهشتی داره کم میاره، خسته شده، نگران، ناراحته، نقشه های خودشون نمیرسه انجام بده و باید هر جوری که هستش نگفتن رو یاد بگیره. اینجا روی اعصاب، روی استخوان اردیبهشتی من فشار میبینم که باید فشار رو برداری وگرنه مریض میشی. اردیبهشتی از نظر مسئله مالی هم من یه شانس میبینم برای تو، گوش به زنگ باش و از این قضیه استفاده کن. برای خرداد ماهی های عجول، مهربون، باهوش، ببینیم چه شده. اصلا در حال دویدن، خرداد در حال دویدن، داره میگه میدوی، داری میدوی از سمت کسی که تو حروف ز، یا اگر خودت ز داری، ببین ز
اگر خود ز داری تو اسم فامیلی داری میدوی، در حال دویدن داری میری. خرداد همیشه در حال دویدنه. به هر حال اینجا داره نشون میده داری میدوی، داره از روی مانع میپری و اینجا برای تو موفقیت داره میشه. شیر آب ببین چقدر بازه، پول داره به سمتت میاد خرداد ماهی، پول بسیار خوب، پول بسیار گنده، قرارداد بزرگ داری مینویسی. و اگر توی کار، حالا توی محیط کار قرار همه دوستت داشته باشن، قراره به تو خیر برسونن، اگر فکر میکنی غیر از اینه قلبتو پاک کن، ذهنتو پاک کن، همه قرار تو رو دوست داشته باشن. فکر ببین همه میخوان برای تو قدم بردارن و تو داری قدم برمیداری، اونا هم میخوان برای تو قدم بردارن. با همه مهربون باش خرداد ماهی، قلبتو به روی افراد، به روی همه باز کن و بذار دیگران هم قلبشون رو به روی تو باز بکنن. خرداد ماهی، خردادی خیلی تو زرنگ هستی، زبون خیلی نرمی داری، خیلی چربی داری، ازش استفاده بکن، قلب دیگران رو به دست بیار و اینجوری راحت رو آسان‌تر برو جلو. اینطوری برای خودت مسیر رو بازتر کن، شروع‌ها رو سریع‌تر کن، دیگران رو روی قلتک بنداز که به نفع تو جلو برن، برای تو کاری انجام بدن، دوستت داشته باشن. وقتی دیگران دوستت داشته باشن سریع‌تر راه تو رو میرن، سریع‌تر کار تو رو انجام میدن و به تو خیانت هم نمی‌کنن. خردادی من میبینم تو محیط کارت قرار از روی دوست داشتن یه سری قدم ها برات بردارن. امکان داره تو خوشت نیاد از کارهایی که اونا میخوان انجام بدن، اما داره میگه که عصبانی نشو، برانگیخته نشو، دیوانه نشو و بذار همه مسیر خودشون رو برن. در نهایت برای تو خیر هستش. اگر دنبال این هستی که از نظر مالی بالا بری، به خصوص اگر توی حروفشون سرکش هست مثل ک، گ، حالا آیه با کلا، توی اسم، توی فامیل، داره میگه برای تو قدم خوبی برمیدارن. مثلا شین و ژین، ژ هم میتونه، ژین مثلا ش و ژ هم میتونه باشه، چون مثل سرکش مثلا یهو میاد روی حروف اسم. به هر حال داره میگه که چیز کن، انجام بده. بعد اینجا شکل مورچه رو هم داره نشون میده که سرش به سمت توی خردادی. مورچه برکته. اگر توی این مدت به هر دلیلی پول از تو دستت میومد، زود خرج میشد، خردادی الان داره میگه برکت داره به سمتت میاد. بهترین زمانه برای اینکه وام بگیری، بهترین زمانه که بخوای کاری انجام بدی، چون داره میگه پولش میرسه. نگران پول نباش، نگران قرض و قلاها نباش، کائنات میخواد همه چیز رو برای تو پرداخت بکنه. برو جلو، خوشحال باش تو زمینه مالی، تو همه زمینه ها پیغام خوب به خصوص در به دست آوردن برای تو بهترین ها رو داره نشون میده. برو جلو و واقعا حالشو ببر، برو حالشو ببر. در مورد ببینیم قسمت دوم فنجان خرداد ماهی های باهوش چی میگه. خب اینجا سردیس اسب رو انداخته، سر خودت هم انداخته. سردیس اسب به معنای رسیدن، مثلا کلا وقتی تنه بالای اسب توی فال تاسوگرافی میافته، به معنای این هستش که اون چیزی که آنچه که تو از مال دنیا میخوای قرار انجام بشه، قراره که تو به دست بیاری، قراره که برای تو حالا اتفاقای خوب بیفته. خردادی بار سنگین مال قراره از رو دوش تو برداشته بشه. اگر کسی برای تو گره مالی انداخته، جادو کرده، طلسم کرده، دعا کرده، سنگینی انداخته، چرخه مخرب از هر فرکانسی برای تو گذاشته، کائنات داره این رو باز میکنه. به کسی چیزی نگو خرداد ماهی، همه چی قراره برای تو درست بشه. اگه تحت فشار هستی توی مسائل مالی، قرار ظلم و تجاوز از تو برداشته بشه. خدا میخواد که تو این مسائل رو طی بکنی. قدم ها رو ببین داره برای تو برداشته میشه. هم توی دور اول فنجان برای تو نشون داد قدم ها رو، هم توی این دور داره نشون میده. عنکبوت داره نشون میده، آبان رو داره نشون میده. هم عنکبوت، هم عقرب، هم عقاب نشون دهنده آبان هستش که برای تو قدم خوبی برمیدارن و شاید حالا یکم تحمیلی، یکم حالت تحمیل کردن باشه صحبت هاشون، اما انرژی خوبی دارن، مشکلاتی حل میشه و برای تو به خصوص از نظر مسائل احساسی من باز شدن میبینم، از نظر مسائل مالی باز شدن میبینم. برای خرداد ماهی ها ببینیم آخرین بار تاسوگرافی چی میگه. خب اینجا داره میگه که صاحب مرکب میشه. اگر اهل سوارکاری هستی قرار اسب بخری، اگر اهل دامداری، دامپروری، رشته دامپزشکی، اصلا با اینا کار میکنی، قراره که ارتقا داشته باشی. اگر کار گلکاری، گلخانه‌ای اینا داری، قراره که بازم ارتقا داشته باشی. کلا داره ارتقا توی این مسائل رو برات نشون میده. اگر با مردهایی کار میکنی که متولد فروردین، آذر،
مرداد هستن دارن برای تو خوبی رو نشون میدن. عدد 6 رو داره نشون میده برای تو، داری به سمت عدد 6 میری. اگر دنبال جابجایی هستی، ارتقا هستی، روی عدد 6 برات انجام میشه. داره میگه داری به یه سمتی میری، از یه افرادی جدا شدی، اینا دنبال تو هستن، از تو خبر داشته باشن. آدم پرفایده و باهوشی هستی، دوست دارن با تو کار بکنن، خیلی دوست دارن به هر حال مسیری رو برن. اگر خانوم هم هستی دارن میگن توی پیشرفت هستی و توی کلا موقعیتی هستی که دوست دارن کارهای تو، شرایط تو، حالا هر چیزی که مال تو هستش رو بخوان انجام بدن. خرداد ماهی فقط یه چیزی، هر چیزی که ربط داره به پوستت مراقب باش خردادی. هر چیزی که ربط داره به چشمت، به موژه، به ابرو مراقب باش. مثلا اسلام میری میکنی یا مثلا رنگ مو میخوای بذاری، روی ابروت میخوای بذاری، مراقب باشی. چیزایی رو داره اینجا نشون میده. برای تیرماهی‌های عزیز، موفقیت، به خصوص اگر زن هستید، موفقیت، شادی، ولی همش تو امور کاری و مالی هستش. در امور خانوادگی داره میگه که یه مقدار ببینید شکل یک، حالا نمیدونم بگم توهین‌آمیز چجوریه، چون تیرماهیایی که من حساسن نمیدونم، ولی خانواده رو ببینید سوار شما شده. ببینید خیلی واضح هم هست شکلش، اصلا نیاز به تفسیر نداره. اما تیرماهی در مورد مسائل مالی کاری من میبینم اوضاع خوبه، چون شیر آب داره میاد ولی زنگوله هستش. میگه همراه با مسائل مالی برای تیرماهی عزیز امکان داره رسوایی هایی باشه. اگر توی کارت حالا یک مسائلی رو داری، یک حالا کاوری داری، یه پوششی داره میگه امکان داره این پوشش برداشته بشه، مراقب باش تیر ماهی. ولی در مورد هر چیزی که به خصوص اگه اونایی که کار با ابزار دارن، مثلا ناخونکارن، مکانیکن، کار با ابزار داره موفقیت نشون میده، شادی نشون میده. مثلا حتی اونایی که فال میگیرن کارشون با ابزاره دیگه، مثلا این الان ابزاره. به هر حال داره میگه که صاحب اختیار میشی، صاحب ثروت میشی، موفقیت میشی. برای اونهایی که کار نمیکنن موفقیتی رو نشون نمیده ها. داره میگه اگر دارید کار میکنید، ابزاری دارید، هر ابزاری که در دست دارید موفقیت داری تیر ماهی، به خصوص اگر خانوم هستی. یعنی در امور مالی خانوادگی، مالی دوستی، مالی عاطفی، من شرایط رو خیلی جالب و خوب نمیبینم، اوضاع رو خیلی جالب و خوب نمیبینم. مثلا اوضاع خیلی اونجوری خوب نیستش، مثلا وضعیت خیلی خوب نیستش. اما در مورد مسائل ببین اینجا داره میگه یه فردی هم که یه همچین نیمرخی داره، ببین نیمرخش رو، بینیش رو، موهاش هم که همه بلند و افشونه، داره میگه از گذشته داره به سمتت برمیگرده تیر ماهی. خب ببینیم که دور دوم فنجون برای تیر ماهی ها، مادر طبیعت چه چیزی رو میگه؟ میگه تنها ایستادی، دنبال اینم هستی که همه چی رو راست و ریس کنی. هیچکی نمیتونه تنهایی یه تیم تشکیل بده تیر ماهی. باید غرور رو کنار بذاری و باید کمک بگیری. اگر از دلتنگ هستی باید به سمتش بری. اگر دنبال تیم تشکیل دادن هستی باید به سمتش بری. ببین اینجا شکل نیلوفر آبی رو داره نشون میده، داره سر بر میداره. در آستانه تغییر هستی، داری در زندگیت انقلاب رو میبینی، انقلابی داره تشکیل میشه. و اگر هم کسی بهت قولی داده تیر ماهی، میگه انجام نمیشه، خودت همه اینها رو انجام میدی، خودت تغییرات رو داری، خودت همه این مسائل رو داری پیش میبری. داره میگه اگه کسی بهت گفته رود سرمایه گذاری میکنم، رود مشارکت میکنم، نمیدونم این نتیجه رو برات دارم، اون کار رو دارم، ببین داره میگه الکیه، قولهای قشنگ بهت داده ولی این آدم هیچ کدوم از این قولهاش ریشه نداره. گفته برات ماشین میخرم، خونه میخرم، این سرمایه گذاری میکنم، اون سرمایه داده، میگه همش دروغ، الکی. قبل تر از تو هم به افرادی قول داده. ببین به پای این آدم که ازش دم زده بیرون، باز هم هستن افرادی که بهش قولهایی داده شده. به هر حال داره میگه که موقعیتی هستش که خودت باید رو پای خودت بیستی. اگر دنبال این هستی که کاری برات انجام میشه، سازوکاری باشه، داره میگه خودت باید انجام بدی. در مورد هر چیزی که اگه زن هستی در مورد رحم مراقب باش، اگر مرد هستی در رابطه با دستگاه تناسلی، سیستم تناسلی، آلت تناسلی مراقب باشید. به هر حال تیر ماهی
برای دور آخرتون هم داره یکم شلوغ نشون میده، اما اگر در آستانه ازدواج هستی داره ازدواج نشون میده. قشنگ نشست خانوادگی رو داره نشون میده. شما یه نشست خانوادگی داری، یه مذاکره خانوادگی داری، امکان داره ازدواج بکنی و صاحب ملک و املاک بشی، خرید و فروش بکنی. وعده رو هم داره 10 طولانی نشون میده، ولی داره میگه این اتفاق میفته، خوشحالی داری، شادی داری، مورد حمایت واقع میشی، اوضاع خوبی رو داره برات نشون میده، شرایط خوبی رو نشون میده. میگه از سمت کسی که توی حروف اسمیش ل هستش، ای انگلیسی، ای انگلیسی هستش و باز هم داره رحم رو نشون میده. اگر زن هستیم خواهش میکنم مراقب باش، یعنی حتما مراقب باش که برای خودت دردسر درست نکنی. و دیگه رفاه و مسئولیت رو داره نشون میده که قراره داشته باشی. دلتنگی داری، میگه این فردی که براش دلتنگی داری اوضاع و شرایطش خوبه، براش قدم‌هایی رو برمیداری که خوب هستش. قلبت رو هم داره خالی نشون میده تیر ماهی. آخه چرا انقدر قصه میخوری؟ چرا انقدر نگران ناراحت هستی؟ ببین تو رو داره نشون میده که جای قلبت خالیه، سفیده و تو کلا به شکل یه آهو در اومدی. بعد داره دوباره شکل صورت تو رو نشون میده که سفیده، یه میخ داره به سرت میاد. یعنی چی؟ یعنی انقدر این افکار توی سرت هستش، آور تینکینگ داری، انقدر که فکر میکنی، فکر خیال میکنی، که همش الکیه، همش فکرای الکی بیهوده است. برای عزیزان دل، لاکچری های 12 برج، خوشتیپ ها، مهربونا، خوشقلبا، مرداد ماهی ها، نقشه هاتون به هم خورده، نقشه داشتید، نقشه هاتون به هم خورده. یه بارداری رو هم داره نشون میده. ببینید یه بارداری رو داره نشون میده و یه پوتین داره نشون میده. یکی قرار بوده، یه مرد قرار بوده به زندگیتون بیاد. حالا به هر حال داره میگه که نقشه ها داشتید، نقشه ها به هم خورده، ارتباطات بوده، ارتباطات به هم خورده، اوضاعهایی بوده، اوضاعها به هم خورده، نگرانی ها، ناراحتی ها الان بر شما مسلط شده، از هم گسیختگی های خانوادگی. یک حالت خوب بوده، یه چیزای متعلق به شما بوده، در حال حاضر به هم خورده، نگرانی ها، ناراحتی هایی رو داره نشون میده، غم هایی رو داره نشون میده. همه اینها در حال تموم شدن مرداد ماهی. صورتتو با سیلی داری سرخ نگه میداری. داره میگه که نگرانی ها، ناراحتی ها، چیزی شما رو تهدید میکنه، چیزی باعث نگرانی ناراحتی شما میشه، باعث قصت میشه، احساس میکنی در بعضی مواقع پایان هایی هستش ولی الان پایان تو نرسیده، پایان نقشه های تو نرسیده. اینجا داره میگه دقیقاً روی وعده 3، روی وعده 10ش نزدیکتر از 3 هست. امکان داره 10 روز باشه، امکان داره 3 ماه باشه. خب که تو داری یک شروعی رو داری، یک چیزایی که به تو تعلق داشته قراره دوباره به تو برسه، یک شرایط خوب، یک اوضاع خوب. ببین اینجا رو، این شکل این پایین رو میبینی شبیه یک پوزه یک گرگه، این گوشاشه و اینجا داره میگه که یک رهبری قراره بهت برسه. مرداد ماهی تو عاشق رهبری کردن هستی و شما رهبر ذاتی هم اصلا زاده شدید، اینقدر شماها منش دارید، منیت دارید و در هر حال اینجا داره میگه که تسلیم نشو، هر چیزی رو که داره بهت زور گفته میشه رو نپذیر. ببین سینه رو داره نشون میده، سینه ممه داره نشون میده، این ممه کامل، سینه کامل تو تاسوگرافی به معنای مال هستش، مال بهت میرسه، پول بهت میرسه، دقیقاً از جایی که داشتی براش برنامه ریزی میکردی همین هم باعث میشه تو به آرزوهات برسی و نیازی نیستش زیر یوغ کسی بری و پذیرش هایی رو داشته باشی و حالا یک زورهایی رو بپذیری. داره میگه همون لحظه ای که فکر میکنی همه چی تمام شده، همه چی تازه شروع میشه. اما برای مرداد ماهی ببین مرداد ماهی توی یه دوری افتادی که از دست دادن اجتناب ناپذیره. امکان داره بعضی از افراد رو از دست بدی، حالا به هر دلیلی از دست بدی، اینها برن، شاید هم اصلا دیگه نخوان تو زندگی تو باشن یا نشه که تو زندگی تو باشن، جوری برن که برن و موفقیت هایی رو داره بعد از این از دست دادن ها نشون میده. موفقیت هایی که بیشتر پولی هستش، مالی هستش، قلب تو پا میگیره، اتفاقهای خوبی میاد، موقعیت های خوبی میاد، شرایطت خوب میشه. اگر دنبال پسنداز کردنی که خیلی خوبه، اگر دنبال این هستی که خودت رو ارتقا بدی خیلی خوب هستش. اما چیزی که در اصل داره اینجا نشون میده این هستش که از دست دادن اینجا اجتناب ناپذیره. ببین یک خنجری رو داره نشون میده که بالاش یک به علاوه یک صلیبه، یعنی
یهو یه چیزی رو قراره از دست بدی یا یه چیزی رو یهو از دست دادی و منطقی هم بوده از دست دادنش، یعنی خودت هم حدس می‌زدی که بخوای از دست بدی، ولی این شکل بیشتر داره به این اشاره میکنه مرداد ماهی که مراقب اعصابت باش. بیماری های مثل پارکینسون، MS، حالا هر چیزی که ربط به اعصاب داره، قند، اینا مراقب باش که در کمین تو اگر نداری، اگر هم داری مراقب باش که یهو نره بالا. کنترل کن. برای مرداد ماهی ببینیم آخریش چیه. اینجا داره میگه شهر غم رو داری ترک میکنی، اما قصه رو داری ترک میکنی و با خودت یک برنده میاری. خودت برنده ای و با خودت یه برنده میاری. رها میکنی غم ها رو، وابستگی ها رو، نگرانی ها، ناراحتی ها رو، تنهایی ها رو، و داره میگه پیروزی داری، پیروزی داری، شادی داری، اوضاع خوبی رو داری. به قلبت گوش کن. مثل تیر ماهی ها مراقب دستگاه تناسلی باش. اگه زن هستی، رحم، تخمدان. اگه مرد هستی بازم مراقب سلامتی های جنسی و جسمیت باش. اما بیشتر از همه اینها داره میگه اگر توی این مدت احساس ضعف و خالی بودن داشتی، چه از نظر مسائل مالی، چه از نظر خانوادگی، چه از نظر مسائل پولی، مالی، احساسی، سلامتی، داره میگه روی وعده دوش یکم طولانی باشه، چون داره میگه 2 هفته تا 2 فصل این وعده، این وضعیت پر میشه، درست میشه و تو دستهایی رو خواهید داشت که به سمتت میان و تو رو میکشن بالا. مرداد ماهی. شهریور ماهی های عزیز، صبور، پولدار. پول همیشه شما رو پیدا میکنه به هر حال. خب ببینید شما رو خیلی داره قوی نشون، این دستاتونه، این پاهاتونه. داره میگه که البته این مدل نشون دادن تا سوگرافی برای شهریور یه دلیل فقط داره، اینکه مریض بودید داری خوب میشید، یا اینکه شما رو داره سوار بر یه اسب نشون میده که خیلی دست و پاهاشو اگزاجریت کرده، خیلی بزرگ نمایی کرده، خیلی داره اغراق میکنه که دست و پاهاش کلوف شده. خب به معنی این هستش که شما یه سری رویا پردازی هایی دارید شهریور ماهی که این رویا پردازی قرار واقعی بشه، کاذب نیست، رویای کاذب نیست و قراره که واقعی بشه. یا شاید هم توی یه سری خیال بافی هایی هستید که قرار واقعی بشه، به خصوص اگر در مورد مسائل عروسی هستش، عروسی. ولی هر خیال پردازی اگر حساب کتاب نداشته باشه، اگر این خیال پردازی ها بدون حساب کتاب باشن، مثلا مثل این میمونه که شما میخوای یه قصر بسازی، میخوای یه خونه بسازی، اگر فونداسیون نداشته باشه، اگر آرماتور بندی درستی نداشته باشه، با کوچکترین بادی فرو میریزه. یعنی حتی یه زحمت بکشی و بسازیش فرو میریزه. این شکل داره. این رو میگه شهریور ماهی. میگه فکرای خوبی تو ذهنته، تخیلات خوبی تو ذهنته، نقشه‌های خوبی هستش، خیال پردازی های خوبی هستش، داری به سمتش میری، اما باید براش بسازی، باید قدم برداری براش. ببینیم که شکل دومی که برای شهریور ماهی صبور نشون میده چه چیزی هستش. یکم شلوغ پلوغه شهریور ماهی، اما داره میگه که یه سری اعتقادات در شما داره تغییر میکنه. میتونه در مورد انسانهای دور و بر اطرافتون باشه، میتونه در مورد حالا اعتقاداتتون باشه، میتونه در مورد مسائل مذهبی باشه، سیاسی باشه، هر چیزی میتونه باشه شهریوری. اما داره میگه یه چیزایی در شما داره تغییر میکنه. ماهی رو داره نشون میده که داره میره، کنارش هم داره یه سوسک نشون میده. هستن افرادی که دارن مال رو از شما میدزدن، هستن افرادی که با مظلوم نمایی دارن پول، اونا میدونن که شما قلب مهربونی دارین، میدونن که شما دل مهربونی دارین، میدونن و دارن میگن خب حالا که این برای خودش خرج نمیکنه، اول برای کسای دیگه خرج میکنه، بذار من ازش بگیرم، و دارن این کار رو میکنن. پس شما اول برای خودت هزینه کن، یا اول برای افرادی هزینه کن که میدونی واقعا مشکل دارن. به هر حال داره پول از یه جایی در میره. قلبت هم که پر از، نگاه کن این قلبته، اینم اون شنکش دیدی چی هستش که داره میاد مستقیم روش از سمت کسی هم هستش که قلبش آسیب دیده و حرفای تو رو نمیفهمه، و یا شاید هم دچار مثلا میستیک شده، اشتباه شده، مثلا حرفا رو متوجه نشده. داره میگه قلبت در آستانه شرح شدنه، پاره شدنه. به هر حال مراقب باش. و در مورد مسائل قلبی، ریه هم داره اینجا یه سری حالا اخطارهایی رو میده شهریور ماهی، ولی داره میگه که خلاق هستی. خلاقیت باعث میشه که یه سری پولهایی رو به سمت خودت بکشی. میتونه در ارتباط با اینترنت باشه، تلفن باشه، صحبت‌هایی باشه که پشت تلفن انجام میدی و میتونه خیلی هم باعث خوشحالی و شادیت باشه. انجام بده، برو به سمتش و برای خودت احساس بالایی رو بیار، شادی برای خودت بیار.
برای ببین تکشاخ داره نشون میده. خیلی تو رویا هستی شهریور ماهی. متاسفانه رویا پردازی خیلی جوابگوی متولدین شهریور نیست، چون عنصرتون خاکه و سیاره اصلی شما ولکان هستش، خدای رد، و خیلی اینها با خیال پردازی ها سازوکار ندارن. به خصوص اینکه نگاه کن این تکشاخ رو داره نشون میده. خب این سردیس اسب اینم تکشاخشه و اینجا نگاه کنید شکل یک مار رو داره نشون میده. صورت یه مار رو داره نشون میده که حرف عین توی اسم یا تو فامیلی داره، حرف ر داره، حرف ف داره، الف داره، یا تو فامیل یا تو اسم داره، و داره میگه که این نمیذاره اون خیالات شما به واقعیت تبدیل بشه. در مورد مسائل مالی هم داره میگه به اندازه کافی شما پول و منصب و این چیزا دارید و باز هم قراره برای شما بیاد. به اصطلاح پول رو میاره، با پولتون بازی کنید، بازم اوضاع رو میتونید برای خودتون خوب بکنید. اما داره میگه که حروف نمیذاره. اینجا رو هم نگاه کنید، شکل یه ماهی بزرگ رو داره نشون میده. شکل بعدی که میخواد این درست بکنه شکل ماهی هستش. پول به سمت شما میاد. اگر کسی هم رفته برای شما برگشت داره. نگران رفتن کسی هم نباشید، نمیخواد کسی شما رو ترک بکنه. تمام تمرکزتون رو بذارید روی به دست آوردن ها. شکل آخر برای شهریور ماهی شانس. روی امواج شما سوارید. موج رو ببینید و اون قایق خودتون رو ببینید که چجوری این بغل‌های قایقتون رو گرفتید و امواج داره میکوبه، ولی شما دارید به سمت موفقیت میرید. دستی که برای شما یک قلب رو داره میچینه و مرغای ماهی خار. خیلی چیز شکل مهمی رو به شما داره نشون میده شهریور ماهی. موفقیت در انتظار شما هستش. فقط به اون سمت برید نترسید. برای مهرماهی های مهربون، مهرماهی های باهوش، مهرماهی های عادل، ببینیم چه چیزی رو میخواد نشون بده. مهرماهی ها درگیری های احساسی دارید یا درگیر هستید با پولی که هزینه کردید برای مسائل احساسیتون. به هر حال داره میگه که از طرف زنی، چه زن هستید چه مرد هستید، میگه از طرف زنی شما قراره که مورد حمایت قرار بگیرید، پول به دست بیارید. ولی اینجا داره این رو هم نشون میده مهرماهی شما توان مالی خیلی زیادی ندارید، به اندازه توان مالیتون قدم بردارید. ولی اگر زن هستید و دنبال این هستید که از کسی پول بگیرید یا میخواید اقدامی انجام بدید که قدم بعدی پول گرفتن باشه، داره میگه روی وعده 4، یه دونم روی وعده 2 4 6 2 4 6 7. روی وعده 7 شما از مردی میتونید پول بگیرید و برای شما خیلی هم اوضاع خوبی هستش. این 7 میتونه همین مهر ماه هم باشه حتی. اما مهر ماهی ببین داره میگه از نظر مسائل تجاری مادی تلاش‌هایی رو میکنی، خوب هستش. اگه در ارتباط با طبیعت حیوانات داری کاری رو انجام میدی خیلی زودتر نتیجه میگیری. ولی خیلی مراقب سلامتیت باش، خیلی ورزش کن، رژیم غذایی تو برس، از دود و دم و پرنوشی، منظورم نوشیدن بعضی چیزا ممنوعات هستش، اینها خیلی حذر کن، برای خود دردسر درست نکن. چون اینجا داره نشون میده که برای خود دردسر درست میکنی، مشکل درست میکنی. یه مردی رو هم داره نشون میده، این نیمرخش هستش. خب ببین نیمرخ کیه حالا برای شما که وعده یک هم میخواد برسه یا میخواد با شما نزدیک بشه، که یه تاجی هم به سرش داره که این تاج اصلا برابر نیست. نشونه اینه که این تاج دروغین رو سر داره، خودش رو داره خوب نشون میده مهر ماهی، ولی اون چیزی که فکر میکنی نیستش یا داری براش نقشه میکشی نیستش. به هر حال برای مهر ماهی داره نشون میده که فقط اوضاع مالی داری هرچی برنامه ریزی میکنی خیلی میتونه به این سمت بره که بخواد رشته پنبه بشه رشته هات. مراقب باش. برای مهر ماهی عزیز داره میگه که احتیاج هست یکم بالغانه رفتار کنی و مراقب هم باشی، بالغ باشی. به هر حال اگر در ارتباط با موسیقی، هنر، نمایشی، هر چیز، مثلا رو پلاتون میره، هر کاری که میخوای انجام بدی در ارتباط با هنر هستش، مثلا کار آرایشگری، عکاسی، هر چی انجام میدی، شهرت رو دارم برات میبینم از سمت کسی که حرف ف داره یا حرف ق داره یا حرف ز داره، ر داره، توی اسم یا فامیلی میبینم برات موفقیت هستش. حتما استفاده بکن. من یه وعده دیگه همچنین این رو برات میبینم که اگر بالغانه رفتار بکنی، بالغ باشی، کلا اشتیاق مناسب نشون بدی، انتظار مناسب نشون بدی، محدودیت ها همه برداشته میشه و تو شهرت داری. در کنار شهرت میتونی اعتبار هم داشته باشی. مهر ماهی ببینید دور آخر چه چیزی رو داره برات نشون میده، قدم های خوبی رو داره برات نشون میده، افراد برادر میدونن. اتفاقا اون چیزی که فکر میکنی، آدمی که بدجنسه، آدمی که خیلی دوروه، همون اتفاقا برای تو قدمی رو برمیداره. اصطلاحاً میگن عدو سبب خیر میشه. از روی بدجنسی برای تو میخواد کاری انجام بده که تو بیای پایین، اما همون باعث میشه که تو اوج بگیری.
بذار طبیعت کار خودشو بکنه، به کار دیگران کار نداشته باش، همون راه خودتو برو، خیلی خودتو درگیر احساسات و مسائل این مدلی نکن. اما اینجا داره در مورد یه دزدی هم صحبت میکنه، مراقب مال و اموالت باش. برای آبان ماهی ها، آبان خیلی نگران هستی، احساساتت رو داره نشون میده، خیال پردازیات رو داره نشون میده، همش هم دغدغه های مالی هستش، تو فکر کمک کردن به دیگران هستی. همه این کمک کردن ها از طریق کائنات بهت میرسه. یعنی حتی اگر ببین اینجا یه سری خبرهایی هست به گوشت میرسه آبان ماهی، خبرهایی از مردها، خبرهایی از جنس مخالفت، به خصوص اگر زن هستی از مردها بهت میرسه، خیال پردازی میکنی، احساساتت خدشه‌دار میشه، ولی داره میگه این خبرها همه دروغه و تو یک برنامه هایی رو پیش میبری یا یه شرایطی برای تو پیش میاد که خبر واقعی، اخبار واقعی برای تو رو میشه، احساسات واقعی برای تو رو میشه، دریافت کننده یه مرحله جدید هستی، یه شرایط جدید قراره برای تو به وجود بیاد، ارتباطات جدید، مسائل جدید رو داره برای تو نشون میده که قراره به وجود بیاد. من اینجا میبینم انرژی های منفی از تو دور میشه، اوضاع مالی تو خوب میشه، شرایط مالی تو رو به هر حال میبینم خیلی بهتر از اوضاعهای دیگه هستش، فلای دیگه هستش. اگر در حال تحصیل هم هستی، بیشتر روی تحصیلت کار بکن، چون تحصیلت خیلی لبه تیغه. در مورد مسائل دیگه اینجوری داره نشون میده که خب یه نقشه هایی در ذهن تو بوده که به هم خورده، یه نگرانی هایی در ذهن تو بوده که اینها به اون چیزی که میخواسته نرسیدی یا اون برنامه‌ای که میخواستی نرسیدی، راه دور رو داره برات نشون میده. احتمالاً اینجا یه خارج رفتنی هست یا یه مهاجرتی هست، حالا میتونه از یه شهر یا یه استانی به یه استان دیگه، شهری به شهر دیگه باشه، ولی اینجا داره وعده 8 رو هم نشون میده و از سمت کسی که داره، انگلیسی تو اسم فامیلی داره که برای تو انجام میشه و شرایط تو رو خوب میکنه، وضعیت تو رو خوب میکنه، تو اوضاع خوبی رو قرار داشته باشی، سفر دور رو داره نشون میده، حل شدن مشکلات مالی رو نشون میده، رفع و رجوع شدن اختلافات، رفع و رجوع شدن سوء تفاهمات رو داره نشون میده، مهربونی کردن دیگران رو به تو نشون میده و تو هم البته مهربونی های زیادی رو میکنی. اگر هم کسی جبران نمیکنه، کائنات برای تو جبران میکنه. خیلی بابت این مسئله نگران ناراحتی نداشته باش. برای دور آخر ببین اینجا سوار عرابه هستی و عرابه هم داره میره جلو. در ارتباط با مسائل پوستی مراقب باش، در ارتباط با پوست و مو مراقب باش که حالا یه هزینه هایی رو داره. اما اینجا برای تو روزهای آینده میگه سلامتی هست، تو شرایطی قرار میگیری که برای تو امکانات جدید هست. این پایین رو نگاه کن، برای تو گنجشک توییت برای تو میاره، صدای توییت پرنده میشه، یه توییت، به هر حال یه خبری، یه چیزی برای تو هستش و اینجا خوشحالی و شادی هستش و اینجا رو نگاه کنید، دست‌هایی هستش که میان و به تو کمک میکنن، آسمان زندگی تو رو روشن میکنن، سلامتی هست، امکانات جدید هست، آینده روشن هست. اگر به هر دلیلی غم و غصه داشتی یا بیماری داشتی یا مشکل داشتی، البته اینجا کم کردن وزن رو هم داره نشون میده. حالا اگر تو برنامه‌ات بوده کم بکنی وزن رو آبان ماهی، که داره نشون میده که وزن کم میکنی، ولی اگر تو برنامه‌ات نبوده مراقب باش برای اینجور مسائل. یه فیل کوچولو رو هم داره نشون میده، احتمالاً خانواده‌تون قراره که زیاد بشه، به سلامتی هم میخوان زیاد بشن، یعنی کسی فوت نمیشه. برای آذرماهی های اقتصادی، سیاستمدار، ببینیم چه چیزی رو نشون میده. بحران رو داره نشون میده، بحران، جدایی. قلب رو نگاه کنید، اینجا عدد 2 رو هم بالاش نوشته. خب یه زبدر رو گذاشته که نشون میده قلب تحت فشاره، حالا یا ناراحتی قلبیه یا احساسات قلبیتون به شما هجوم آورده، ناسازگاری احساسی رو داره نشون میده. هم از این طرف بخوایم نگاه کنیم، یه عدد 2 رو داره نشون میده، 2 وعده دیگه مشکلات احساسیتون حل میشه، شما رو داره سوار بر یه اسب مراد نشون میده. حتی همون قلب شکسته، حتی همون عدد 2، حتی همون کلا عدد 1 شیپور هم داره اینجا نشون میده که هم یه شیپور هم دسته یک خنجر هستش، که کلا همه اینها داره میگه ناسازگاری ها، نگرانی ها، ناراحتی ها در حال حل شدن. آذرماهی برای شما میگه که سختگیری نکن، نه به خودت سختگیری کن، نه به کسی سختگیری کن، نه تو کار کسی دخیل باش، دخالت کن، نه بذار کسی تو کار دخیل باشه، دخالت کنه. رو پای خودت وایسا، بحراناتو خودت حل کن. و مسئله مهم دیگه اینه که استفاده رو هم بیار پایین. اگر ببین اینجا داره میگه که چیزی دود میشه یا چیزی داره نوشیده میشه،
اگر اهل این مسائل نیستی که هیچی با شما نیست، ولی اگر داری چنین کاری رو میکنی خیلی اینها رو بیار پایین، پیچ این مسائل رو بیار پایین. جاده های هستش که شما رو به جای نمیرسونه، شما رو فقط واقعیت داره دور میکنه. در مورد مسائل احساسی هم این شکل داره میگه که کشمکش های احساسی داره آذر ماهی، اونجوری که میخواد مطابق میلش پیش نمیره شرایط و اوضاع. به هر حال اگه بخواد اینطوری پیش بره و شرایط رو اینطوری بکنه، برای خودش نگرانی، ناراحتی، سختی هست، وضعیت سخت هست. دور سوم چیزی که نشون میده، ببینید اینجا داره دقیقا صورت یک شخصی رو نشون میده و اینجا صورت تو سیاهیش صورت یک شخصی رو نشون میده، دماغ کشیده داره و اینجا یه صلیب سفید نشون میده. یه شخصی رو شما از دست میدی آذر ماهی که یه همچین شخصیتی داره، یه همچین وضعیتی داره و میگه رفتن این آدم، از دست دادن این آدم برای تو خیره. میشینی براش اشکم میریزی، قصه هم داری، ولی اینجا داره در مورد مسائل مالی. امکان داره توی این مدت شما سند هم امضا بکنی، حالا یا خونه یا ماشین داشته باشی. مراقب دست و پا و مچ دست و مچ پا هم باش توی این مدت آذر ماهی. برای دیماهی های مهربون، خانواده، دوست، اینجا داره میگه که به خصوص اگه خانم هستید، مدتی که شمشیرتون از رو بستید، یکم خشن شدی دی ماهی، میگه نیازی نیستش که اینقدر خشن باشی. دلتنگی شما، غم شما، کسی در اصل در نهایت این نیستش، این برای این نیستش که کسی بخواد این رو برای شما رفع بکنه. چی میگن بهش؟ انگار مثلا کسی مسئله مهم کسی نیست، مسئولش نیست. این چیزی که در درون شما هستش و باید خود شما رفعش بکنی. و داره میگه که دوری از عزیزان یا دوری از یه عزیز باعث شده که شما یه مقداری با دیگران سخت بگیری و یه سختی رو بخوای به وجود بیاری. بعد اینجا نگاه کنید، خیلی اتفاقی شره کرد، ریخت، ین و یانگ رو اینجا تشکیل داد. خب ین و یانگ رو تشکیل داد. اینجا داره میگه چرخه مخرب زندگی دی داره حل میشه، داره درست میشه، یعنی داری به تعادل انرژیکی میرسی دی ماه. اگر کسی برای شما جادویی انجام داده، دعای چیزی انجام داده، داره از طریق انرژی ها رفع میشه. اینجا یه سورتمه رو هم داره نشون میده که شما سوارش هستیم و جلوی شما یه پرنده هستش و عدد 1 طولانی هم داره نشون میده. داره میگه با حد اکثر سرعت داری به سمت اون آرزوهای مالی خودت میری و امکان داره یه شهرتی هم داشته باشی. غم ها و قصه ها رو هم داری همه رو پشت سر میذاری. برای دی ماهی اینجا داره سفینه فضایی نشون میده. سفینه فضایی به معنای این هستش که شما حس ششم خوبی داری دی ماهی. بعضی چیزا بهت الهام میشه، بعضی چیزا رو باید خیلی خوب در موردشون فکر بکنی، انجام بدی، به سمت جلو بری، ولی انجام نمیدی، نمیکنی و همین باعث میشه که در نهایت دیگران بخوان رهات کنن، دیگران بخوان ولت بکنن. به هر حال اینجا توی این وضعیت داره میگه که رها کردن هایی هست، ول کردن هایی هست، عواطفی هستش که رها میشه، ول میشه، موقعیت هایی هستش که رها میشه، ول میشه، اشخاصی هستش که رها میشه، ول میشه توسط دی ماهی. قلبش رو یکم به درد میاره، اما برای آینده دی ماهی خیلی خوب هستش. ایثارهایی رو هم نشون میده که دی ماهی انجام میده و این ایثارها، این شرایط، این سختی ها اصلا چیزی نبوده، یا اوضاعی نبوده، وضعیتی نبوده که بخواد براش ثمره ای داشته باشه. همه سوء استفاده کردن، همه یه سوء استفاده کردن، یک نگرانی و ناراحتی براش به وجود آوردن، غمی براش به وجود آوردن. برای دی ماهی همچنین داره این رو نشون میده که مردی توی زندگیش میاد، هم زن هم مرد اگر هستی، داره میگه فرقی نداره، مردی توی زندگی شما میاد که پرفایده است، باهوشه، تصمیمات خوبی میگیره، به خاطر محبتی که به شما داره باعث میشه که شما ارتقا داشته باشید. ازدواج رو داره نشون میده. اگه ازدواج قبلا داشتی که هیچی، ولی اگه ازدواج نداشتید داره میگه که ازدواج قراره یه وعده دیگه داشته باشید و ارتقای شغلی داشته باشید. اگر قبلا ازدواج داشتید داره میگه که ازدواجتون پر مهر و محبت میخواد بشه. این محبتی رو داره توی این ازدواج نشون میده. دور آخر رو ببینیم برای دی ماهی. داره میگه اگه غمی بوده، قصه‌ای بوده، دلشکستنی بوده، ببینید یه شمی رو داره نشون میده که شعله‌اش از خودش خیلی فاصله داره، یعنی داره برآورده میشه یک آرزویی ولی طول میکشه، نظری داره برآورده میشه ولی طول میکشه. بهمن ماهی ها نیت کنن
بهمن ماهی های باهوش با حس ششم بسیار بالا. ببینید صورت یه فردی رو داره اینجا نشون میده، یه مورچه هم داره نشون میده. اگرم اینجا رو بخوایم یه مورچه بگیم، یه مورچه روی یه مورچه هم برکت هستش هم پشتکار هستش. باید پشتکار داشته باشی، به خصوص اگه نیت ازدواجی هستش. ازدواج میکنم، ازدواجم چطور میشه، ازدواجم اگه در مورد ازدواج بوده داره میگه که باید آهسته و پیوسته پیش برید تا اون چیزی که میخواید انجام بشه. اون در حال انجام شدن هست. اگر هم ازدواج نکردی داره میگه که ازدواج با وسیله ازدواج قراره که حل بشه، درست بشه. ازدواج براتون ثروت میاره، شادی میاره، به ثمر رسیدن میاره و به شما آگاهی میده، ولخرجی میده، عیاشی میده، شادی میده. ببخشید اینطوری میگم. به هر حال به شما قدرت میده، زیبایی میده. درسته که یواش یواش پیش میره ولی اون چیزی رو که میخواید رو در نهایت به شما میده. این نیمرخش رو هم اینجا انداخته اون فرد رو، اگر ازدواج ندارید در حال حاضر. و داره میگه که صحبت کردن میتونه خیلی تاثیر بذاره رو مسائلتون، روی اینکه دیگران شما رو تصویب بکنن. سعی کنید از طریق تماس تلفن، اینترنت با دیگران در ارتباط باشید که خیلی میتونه براتون خوب باشه. روزهای آینده رو هم داره پر از عشق و عاشقی نشون میده، آشتی کردن نشون میده. برای بهمن ماهی باز هم داره شکل یه صورت رو نشون میده. نیمرخ کی هستش؟ بهمن ماهی زیرش هم داره هم قدم رو نشون میده، قدم برداشتن کفش رو نشون میده، هم داره سفینه فضایی رو نشون میده. بهش شک کردی یا فکر میکنی کار خاصی انجام میده؟ میگه درسته، حس ششم درسته، هر چیزی که در موردش فکر میکنی درسته. احساساتت رو داره نشون میده در مورد این فرد. میگه خیلی در موردش خیال پردازی داشتی یا در موردش فکر میکردی، یا شاید در مورد یه شخصی داری فکر و خیال میکنی، فکر میکنی با این فرد خوشبخت میشی، شاد میشی، خوبه، عالیه، شکوفایی داری، اما میگه همش دروغه. چون میگه حس ششم تو در مورد این آدم چیزی رو داره بهت میگه که اون مسئله درست تره. و اینجا توی دور آخر ببینیم چه چیزی نشونه در مورد هر چیزی که ربط به خون هستش، ربط به روده هستش، مراقب باش. برای مسائل مالیت داره میگه اگه بهت قولی دادن دروغه، اما در رابطه با مسائل جادو جنبلی اگه کسی بهت قول داده درسته. حالا اگه کسی بهت گفته من کاری برات انجام میدم پیش میره درست میشه، این درست هستش. اما اگر در رابطه با مسائل مالی یا هر چیزی که ربط به مال داره و میخوای کاری رو انجام بدی، خودت باید قدماتو برداری درست بکنی. چون اینجا داره میگه یه چیزایی هست این وسط که دروغه، نمیشه، انجام نمیشه. خودت باید برای خودت فعالیتایی رو انجام بدی. برای اسفند ماهی‌های مهربون، با احساس، هنرمند. به به، اینجا داره شما رو نشون میده که روی یک قایق هستید، یعنی احساسات شما رو داره هدایت میکنه به سمت موفقیت که ازش قرار پول هم بیاد. فقط اینجا داره نشون میده که قلب شما شکسته یا احساس ناامیدی دارید توی این مدت، که داره میگه روی وعده 4 طولانی. وقتی روی عدد زیرش خط میاد یعنی طولانیه، این زمان زیادی طول میکشه. 4 طولانی شاید هم 40 طولانی هستش. به هر حال روی عدد 4 طولانی یا 40 طولانی شما این ناامیدی ها، پشیمانی ها، غم ها، قصه ها رفع میشه. اگرم کسی باعث شده که اسفند ماهی غم داشته باشه، احساس ضرر زیان داشته باشه، ناراحتی داشته باشه، این قضیه رفع میشه، رجوع میشه، تموم میشه و وضعیت خوب براش به وجود میاد. اگرم قدر تو کسی ندونسته توی این وعده 40 درست میشه. ولی اینجا داره یه جادوگر رو هم نشون میده اسفند ماهی. کسی زیاد در مورد اطلاعات داره یا اطلاعاتش خیلی زیاد هستش که باعث شده برای شما چیزی رو بخواد دود بکنه، یا گاهی اوقات چیزی رو دود میکنه، یهو حالت بد میشه، یهو به هم میریزی، داری یه کاری انجام میدی، یهو میری یه سمت دیگه که بخوای یه کاری رو بکنی. به هر حال برای اسفند ماهی هشدارهایی رو داره نشون میده. امکان داره حوادثی هم بخواد اتفاق بیفته که داره میگه همه اینها ماورایی هستش. یعنی خیلی خودتو شماتت نکن، سرزنش نکن، راه خودتو برو. 5 وعده دیگه همینجا داره نشون میده که اوضاع خوبی برات قراره به وجود بیاد، برای قلبت، برای احساساتت قرار موقعیت خوبی به وجود بیاد. شکست هایی که داشتی قرار همش باعث خیال آسودت بشه. برای مسائل قانونیت هم من میبینم که اتفاقای خوبی قراره به وجود بیاد، شادی باشه، به اعمال رسیدن، اون چیزی که قانونی هست، حقت هست، قرار اتفاق بیفته. فقط برای مسائل حالا خانوادگی یه مقدار من میبینم که دیگران انگار علاقه‌مند هستن یکم برای تو یک کارهایی رو بکنن یا یک مسائلی رو انجام بدن، یک خطرهایی رو بخوام برات به وجود بیارن. اینو خودت مثلا دیگه با مدیریت بکنی. بعد دیگه برای شما
برای شما چیزی رو که اینجا داره نشون میده اسفند ماهی، اینجا داره نشون میده که یکم در مورد مسائل مالی غمگینی و قصه داشته که اینو اون دور اول هم داره میگه که درست میشه، حل میشه. در مورد ناامیدی های عشقی هم داره صحبت میکنه که این رو هم داره میگه حل میشه، درست میشه، خیلی زمان بدی. بعد وابستگی های شما رو داره نشون میده که ضعف، خالی بودن، نگرانی، ناراحتی، اینها هم در حال درست شدنه. تلفن رو داره برات نشون میده که خیلی خوشیامنه. از هر چیزی که تلفنی هستش یا ربط به تلفن داره، مسائل تلفنی هستش، من دارم براش شادی میبینم، خوشحالی میبینم و سهولت میبینم. تلفن، اینترنت، هر چیزی که ربط به تلفن و برنامه‌های تلفنی داره، من دارم براش شادی و خوشحالی میبینم. چیزای خوبی داره برات نشون میده، هیچ چیز سطحی نیستش. اعتماد به نفست هم حتی داره درست میشه. در مورد غرورت هم دارم میبینم یه چیزایی داره بازسازی میشه. فقط من بیشتر هر چیزی که اینجا میبینم جسمی نیست، هر چیزی که روحی هستش میتونه باعث بیماریت بشه، خیلی مراقب باش. اینجا دور آخر فنجان داره میگه که نقشه ها اگه به هم خورده بیشتر به خاطر خانواده بوده یا از سمت نزدیکانت بوده، دوستا و آشنایان نزدیک بوده، کسایی که تو حروف اسمشون نون داشتن یا ز داشتن، افرادی بودن که یه مقدارم حالا حسادت داشتن نسبت بهت. ولی بیشتر هم داره میگه که اگر نگرانی یا ناراحتی برات بوده، مشکلی برات بوده، تا 7 وعده دیگه برات حل میشه. 7 وعده که یکم طولانیه.